اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت آمرین محترم دپارتمنت ها. امروز میخوایم اکانت آمرین دپارتمنت را در سیستم HMIS کوتاه تشریح کنیم. با سیستم HMIS آشنایی کامل دارین. زمانی که به بخش پورتال یا صفحه لاگین سیستم HMIS وارد شدین، بعد از وارد کردن یوزر و پسورد نویت یوزر را کارمند انتخاب کرده وارد سیستم میشن. زمانی که وارد سیستم شدیم، همانند اکانت استاد بر ما اکانت آمر دپارتمنت باز میگردد که با کم تفاوت در اکانت آمرین دپارتمنت ها چند بخش بسیار مهم و اساسی داریم که ما شما امروز را تشریح میگیریم. بخشای تابلو اعلانات، لیست اعلانات، آمار حساب، تابلو سوالات بخشای است که اینها در اکانت استادا نیز وجود داره و مقدر بخش مهمی نیست. بعد از آن بخش محصلان است که ما میتونیم اینجا گزینه لیست محصلان، لیست تمام محصلین دپارتمنت مربوطه خود را مشاهده کنیم. آمرین محترم دپارتمنت ها میتونن از اینجا لیست محصلین کامیاب شامل پانتون، منفک و تسجیل دپارتمنت خود را مشاهده نمایند که این بخش فعلا برای آمرین دپارتمنت ها آنقدر اساسی و قابل استفاده نمی باشد، چون بخش محصلان مدیریت تدریسی پنزه پیش میبرد. بعد از این بخش تبدیلی هاست که از تبدیلی فعلا آمرین دپارتمنت ها میتونند تبدیلی در سطح پانتون را مشاهده نمایند یا هم در صورتی که نیاز داشته باشند از تبدیلی، تعجیل، منفکی محصلین دپارتمنت خود اطمینان حاصل کنند. میتونن اینجا با اساس آیدی کنکور در بخش تبدیلی ها تبدیلی آن را سرچ کنند، در بخش تسجیلی ها تسجیلشان و همچنان اگر کدام محصل منفک شده باشه و آمر دپارتمنت میخواد که از او حصول اطمینان کنند که واقعا اینها منفک شده و چی دلیل منفک شدن، میتونن از بخش منفکی ها با اساس آیدی کنکور مشخصات محصل را سرچ کنند. بعد از یک بخش بسیار مهم و اساسی که در سیستم HMIS بسیار قابل استفاده باشه، مخصوصا بر پنزه ها بر مدیرای تدریسی، بخش کوریکولم است که توسط آمرین محترم دپارتمنت ها آماده میشه و بعد از شقه تقسیم اوقات و تمام روال درسی با اساس این کوریکولم پیش میره و در پنزه در دپارتمنت. میایم در بخش کوریکولم. بعد از اینکه با گزینه بخش کوریکولم کلیک کردیم، لیست دپارتمنت ها بر ما باز میشه که این بر هر آمر دپارتمنت صرف دپارتمنت مربوطه شان را در سیستم باید مشاهده بتوانند. ما به شکل امتحانی یا آزمایشی اینجا یک دپارتمنت بر خود انتخاب کردیم، دپارتمنت تاریخ. ما در دپارتمنت تاریخ 3 نوع محصل داریم: محصلین اختصاصی یا 14 پاس، محصلین شبانه و محصلینی که از طریق کنکور عمومی بر پانتون کامیاب میشوند. اینجا ما در صورتی که هر 3 بخش جداگانه باشه باید کوریکولمشان هم مکمل به شکل کامل جداگانه درس کنیم، به خاطر از اینکه زمانی که محصلین فارغ میشه ترانسکریپتشان و تمام اسنادشان مرتبط به می کوریکولم درسیشان تهیه میگردد که ما کوریکولم درسی اختصاصی جداگانه داریم. فعلا در دپارتمنت تاریخ 29 مضمون آن درس شده، دپارتمنت شبانه تاریخ جداگانه داریم و دپارتمنت تاریخ عمومی روزانه جداگانه داریم. ما میریم در یکی از این بخش‌ها وارد میشیم، دپارتمنت تاریخ عمومی روزانه. اینجا ما میتونیم کوریکولم درسی که قبلا توسط مدیران تدریسی در سیستم شده مشاهده نماییم. در صورتی که کدام بخش آن قابل ملاحظه باشه یا تغییرات در آن وارد کردنی باشه، آمرین محترم دپارتمنت ها میتونن مضمون را با اساس کد، نام مضمون، نام انگلیسی آن اینجا سرچ کنن و بعد از او تغییرات را وارد کنن که از این علامه قلم ما میتونیم تغییرات را در کوریکولم وارد کنیم. در صورتی که در یکی از مضامین کدام تغییر وارد کردنی باشه یا کد آن اشتباه باشه، عنوان انگلیسی و عنوان فارسی یا تعداد کردیتشان، ما میتونیم از اینجا آن را تصحیح نموده. بعد از او که تصحیح به شکل کامل صورت گرفت، پس مضمون را ذخیره کنیم و موش صفحه اصلی بیایم. یا در صورتی که یکی از مضامین درج سیستم نشده باشه از کوریکولم یا هم در کوریکولم جدید میخوایم که در سیستم وارد کنیم، از گزینه مضمون جدید ما میتونیم که بخش مضمون جدید را در کوریکولم اضافه کنیم. اینجا میایم کد مضامین کوریکولم از قبل تایید شده در هر دپارتمنت موجود است، کد مضمون وارد کرده، نام انگلیسی آن، نام فارسی، تعداد کردیت، سمستر و نوعیت مضمون را انتخاب میکنیم که این مضمون پانتون شمول است، اساسی،
تخصصی، مسلکی و یا هم اختیاری است. در صورتی که مضمون جدید میخوایم ایجاد کنیم، مشخصات مکمل مضمون را درج کرده بعد از ذخیره پس به صفحه اصلی برمیگردیم. بعد از بخش کوریکولم، بخش بسیار مهم و اساسی بخش مونوگراف است که ما شما هر سال از تمام محصلینی که از هر دپارتمنت فارغ میشوند یک کتاب ثبت مونوگراف داریم برای محصلان که فعلا خوشبختانه با وسیله سیستم اجتماعی ما میتونیم تمام مونوگراف های محصلین را درج سیستم کنیم، در صورتی که یک محصل 3 سال بعد، 5 سال یا 10 سال بعد هم بر پانتون مراجعه میکنن یا هم اسناد نگرفته باشن. به خاطر سهولت برای آمرین دپارتمنت ها و مدیرای تدریسی میتونن تاریخ دفاع، موضوع، استاد راهنمایان و تمام جزئیات محصل را در سیستم مشاهده نماییم. میایم به بخش مونوگراف ها. در صورتی که قبلا مونوگراف ها را در سیستم وارد کرده باشیم، اینجا مکمل لیست آن را بر ما نشان میدهد که متاسفانه تا هنوز در دپارتمنت تاریخ هیچ مونوگراف درج نشده. اگر ما بخوایم که اینجا مونوگراف های جدید محصلان خود را درج کنیم، میایم در گزینه ایجاد مونوگراف. بعد از اینکه ما گزینه ایجاد مونوگراف کلیک کردیم، پانتون تیار انتخاب شدگی دپارتمنت آن مشخص است. اینجا به خاطر سهولت ما صرف آیدی کنکور محصل را نیاز داریم. هر آمر دپارتمنت زمانی که میخواهد مونوگراف محصل در سیستم کنه، باید آیدی کنکور آن محصلین فارغشان پیششان باشد. در صورتی که آیدی کنکور نداشته باشین، میتونین از مدیریت تدریسی جدول محصلین فارغ همان سال را با آیدی کنکور دریافت کنین و یا هم میتونین از بخش محصلان جداگانه آیدی کنکور محصل را با اساس نام آن پیدا کنین. مثلا ما یک محصل را میخوایم مونوگراف آن را ثبت سیستم کنم، ما اینجا صرف نامش وارد میکنم. در دپارتمنت تاریخ سید احمد آیدیش بر ما میارم و صرف آیدیش از اینجا کپی میکنم، میایم در این بخش وارد میکنم. به خاطر سهولت کار که بعضی آمرین دپارتمنت ها اگر میخوان کار بر خود ساده تر بسازن یا ای که سرگردان نشود، از پنزه و مدیریت تدریسی دوباره لیست یا جدول محصلین فارغ همان سال را با جزئیات و آیدی کنکور دریافت کنن، میتونن خودشان از بخش محصلان آیدی کنکور محصل را دریافت کرده بعد از او مونوگرافشان درج سیستم کنن. نام استاد راهنما در کتاب ثبت مونوگراف ها مشخص است. هر استادی که استاد راهنمای این محصل بودن میتونیم نامشان را اینجا سرچ کنیم، بعد از آن نامش انتخاب نموده و عنوان مونوگرافش هم اینجا وارد کرده، تاریخ دفاعشان را درج کنیم. تاریخ دفاع را ما میتونیم خود ما هم میتونیم که کاستماایز را اضافه کنیم. زمانی که تمام جزئیات مونوگراف محصل را اینجا وارد کردیم، عنوانش هم رساندیم، بعد از اون شما میتونیم این را ذخیره کنیم. وقتی ذخیره کردیم مستقیم اینجا در لیست مونوگراف های محصل اضافه میگرده. این سه بخش بسیار مهم است در اکانت آمرین محترم دپارتمنت ها که فعلا ما صرف بخش مونوگراف و بخش کوریکولم پیش میبریم. بخش محصلان بخشی است که فعلا صرف آمرین دپارتمنت ها میتونن معلومات مکمل محصل را در آن مشاهده کنن یا در صورت که آیدی کنکور محصل نیاز داشته باشن از اینجا دریافت کنن. سه بخش بعدی بخشایی است که فعلا عمومی می باشه. بخش تبدیلی، تاجیلی ها، منفکی. این بخشایی است که فعلا تمام تبدیلی ها در سطح پانتون را بر آمر دپارتمنت نشان میدهد، ولی ان شاء الله به زودی این هم طور تنظیم خواهد شد که بر هر آمر دپارتمنت صرف تبدیلی، تاجیل یا منفکی های محصلین دپارتمنت مربوطه شان را برشان نشان دهد. در صورتی که آمر دپارتمنت نیاز داشته باشد تبدیلی یک محصل خود مشاهده کنند یا جزئیات آن را مشاهده کنند که با چه اساس از کدام سمستر، از کدام دپارتمنت به کدام دپارتمنت و با اساس کدام مکتوب و کدام فیصله اینها تبدیل شده، و یا هم تاجیلی را اگه بخواین که از یک محصل مکمل مشاهده کنند که با چه اساس و با چه دلیل تاجیل گرفته، و منفکی هم میتونن اینجا جداگانه به شکل جداگانه سرچ کنن. طریقه ساده آن با اساس آیدی کنکور است. ما میتونیم آیدی کنکور محصل را در هر بخشی که ضرورت داشته باشیم وارد کنیم و محصلین را، محصلی که تاجیل گرفته یا هم منفک شده، آن را جستجو نماییم. در اکانت آمرین دپارتمنت ها فعلا دیگر کدام بخش مهم ما نداریم. می سه بخشی بود که شامل محصلان، کوریکولم و مونوگراف می باشد. تشریح نمودم.